نمازگزار تا چی؟ تا شب 27 رمضان. 28 رمضان میری دیگه غیر از همون پیرای به اصطلاح فرسوده ای که جایی ندارن تو خونه هاشون، گرگایی که توبه کردن، دیگه کسی تو مسجد پیداش نمیشه. میدونی که چی هست؟ مشکل کجا بود؟ مشکل تو کثرت عبادت نبود، مشکل تو قلبی بود که پاکسازی نشده بود، نرمشش نداده بودیم و آمادگی نداشت. از آن یک میان برنامه کوتاه میگیریم و فرضی برمیگردیم، ادامه برنامه رو با هم بگیریم تا خودمون رو برای رمضانمون آماده کنیم. بعد از میان برنامه در خدمت شما. نور في الظلمات أنسي في خلوات با عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید، همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام. عزیزان، در فضای آمادگی برای رمضان و عبادت‌های رمضانی سخن می‌گفتیم و عزیزانی هم پرسیدن در مورد اینی که رمضان رو با کجا آغاز بکنیم. ببینید، اگر عزیزی که پرسیدن ظاهراً از ایران هستن، اعلان رسمی ایران در قضیه رمضان و عبادت ها هیچ گونه ارزشی نداره، چون که به هر حال به اصطلاح حکومتی که هست بر وفق دین سیاست هست و دینی که به اصطلاح معیار شرع باشه و قانون شریعت اسلام باشه رو نداره و با شریعت اسلام هیچ گونه همسایگی و یا نمیدونم همخونی نداره. در نتیجه هیچ گونه مسائلی که از طرف حکومت مطرح بشه به هیچ عنوان در هیچ قضیه از قضای شریعت اسلامی فاقد ارزش هست. در مورد ماه رمضان در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دو تا حدیث هست در واقع. یک حدیثی که به اصطلاح صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، با دیدن ماه هلال روزه بگیرید، ماه رمضان، و باید دیدن که خب در اون زمانها هر منطقه‌ای با منطقه دیگه، مثلا یک شهری به شهر دیگه ارتباط تماسی نبود. در نتیجه این خطاب متوجه بود به همه امت در هر جایی که هستن. الان که تمام امت به صورت آگاهی داره، هر جایی دنیا که دیده هلال دیده شد، یعنی اینی که همه دنیا خبر میشن، اون رو گویا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه ای که در آخرین روزهای به اصطلاح یا در حجة الوداع بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطابشون به اهل مکه بود، در اونجا فرمودند که الصوم صومکم و الفطر فطرکم، یعنی مکه مکرمه رو به عنوان مرکز معیار قرار دادن که همه مسلمان ها تابع، همونطوری که در قبله تابع مکه مکرمه هستیم و همه به سوی مکه مکرمه و خانه خدا نماز میخونیم، همونطوری که هر سال برای حج به اونجا میریم، همونطوری که عمرهمون به اصطلاح یعنی همه امت به گونه‌ای با مکه مکرمه دوخته شده. فارغ از قضایای سیاسی در مکه مکرمه چه میگذره، که حسی حکومت میکنه، بارها بوده که شیطانها بر مکه مکرمه حکومت داشتن، بارها به اصطلاح افرادی از غیر مسلمان ها مکه رو در استعمار خودشون داشتن، مکه در استعمار انگلیسی ها، مکه در استعمار یا حمله قرمطی ها، و به هر حال
مسائل تاریخی و سیاسی جای خودش رو داره. مسائل شریعت در همه این موارد به صورت طاغوتیان و ظالمانی به بهانه‌های مختلف تلاش کردن، مثلا مکه رو کمرنگش بکنن، قبله رو کمرنگش بکنن، حج رو منع کردند، نمیدونم به شیوه های مختلفی میخوان ضربه بزنن. به هر حال جنگ حق و باطل ازلی هست، اما این محوریت همچنان برقرار هست. پس وقتی که در مکه مکرمه اهل مکه مکرمه هلال ماه مبارک رمضان رو دیدن، این مذهب راجح در پیش من همین هست که ما مسلمان ها وقتی که مکه اعلام کرد که رمضان هست دیگه روزه بگیریم. حالا این قضیه اختلاف مطالع چی میشه؟ تموم شد دیگه، اختلاف مطالع دیگه مطرح نیست. قضیه کل اختلاف ساعات کل جهان اسلام چیز حدود 2 تا 3 ساعت میتونه باشه. اینو دیگه ما نیاییم 24 ساعتش نکنیم. بعد این حرفی رو که عزیزان میزنن بر به اصطلاح هر کسی تو همون فتوای کشور خودش رو نمیدونم با مطلع ماه کشور خودش روزه بگیره، این یه حرف اولا بی منطق هست، با هیچ عقل و منطق و فقهی همخوانی نداره. خب میگی که آقا خیلی از علمای بزرگ همچنین فتوایی میدن. بله، ما عزیزان یادمون نره ما بیش از 10 دهه هست، بیش از 100 ساله که ما در یک استعمار قرار گرفتیم. ما کشورهای ما مستعمره است، اشغالگران در اونها حکومت میکنن. حاکم فعلی کشورهای ما این نمیدونم رهبر و این نمیدونم پادشاه و اینا نیستن. اینا بیچاره کارگرن، کارمندند، اجیرن. حاکم فعلی کی هست؟ حاکم فعلی یا سفیر آمریکاست یا سفیر روسیه است یا سفیر فرانسه است. اینا که تو اون کشورهای ما، یا سفیر انگلستان، اینا که حکومت میکنن. حالا ما بخوایم باور کنیم یا نخوایم بکنیم. این خطهای وهمی هم که توی کشورهای ما به اصطلاح مشخص کردن که این سوراخ اسمش افغانستان، این نمیدونم اردکه اسمش تاجیکستان، این گربه اسمش ایران، این چیز، اینا حرفای چرند بی این به اصطلاح مرزهای وهمی هست. حالا گذاشته شده هست دیگه، ما نمیتونیم به اصطلاح اینها هم با زور تفنگ ازش دارند حمایت میکنند و برادر افغانی بیاد دیدن برادر ایرانیش، اینم این ور خط، اینم این قره، یا بلوچ بیاد دیدن بلوچ، این ور به اصطلاح پسر توی افغانستان، پدر بزرگ توی ایران، نمیدونم خاله توی پاکستان، اینا بخوان همدیگه رو بگیرن باید پاسپورت داشته باشن، باید از تهران و از کابل و از نمیدونم اسلام آباد اجازه بگیرن و یک گرم شنگه و به اصطلاح دردسری که به اصطلاح برده ها بر منطقه گذاشتن تا منطقه رو در مردم رو به بردگی خودشون. این یه واقعیتی هست. خب حالا ما با این واقعیت میسازیم، تعامل میکنیم، اما به هیچ عنوان قبولش نداریم. این واقعیت با فطرت انسانی، با عقل، با منطق، با همه چیز در فساد است و با دین ما که ما امت واحد هستیم. در نتیجه اینی کسی که بیاد بگه که به اصطلاح خودمون رو در این چارچوبه یک کشور و با هلالی که در کشور دیده شده بر این منوال حرکت کنیم، این هر چقدر عالم بزرگی باشه یا نفهمه یا اصلا در فضای جغرافیایی نمیدونه یا اینی که فکر میکنه ما نفهمیم. خب حرف همچنین فتواهایی رو گرفتن با عقل و منطق جور در نمیاد عزیزان من. یعنی فکر نکنیم که ما هم به اصطلاح نوکر مثلا همین مرزهای جغرافیایی هست. ما وقتی بخواد که مثلا از ترکیه وارد ایران بشه باید پاسپورتش رو در بیاره، به سربازای جناب ولایت فقیه نشون بده که آقا من میخوام وارد کشور شما میشم، اجازه میدید یا برگردم. وقتی از ایران میخواد خارج بشه همچنین، وقتی که میخواد وارد پاکستان بشه یا وارد افغانستان باشه همچنین. نه، هیچ آدم عاقلی همچنین حرفی رو نمیزنه. در نتیجه اگر او افرادی میخوان که نه به خورد ما بدن که این امت واحد رو تیکه پارش بکنن و بگن آقا هلال است و اختلاف است و فلان، آقا قبول. اما مردانه این حرف چرند رو نزن که بیایید این مرزها رو قبول کنیم. بیا دنیا رو بگیر، نقشه جهان رو بگیر، خطهای عمودیه. من نقشه‌هایی که نشرا که دیدید توی نقشه‌های بزرگ یک خطای عمودی هست و یک خطای افقی. خطای افقی رو بذار، خطای عمودی
که بر وفق این خطهای عمودی است که ما اختلاف ساعات داریم. اون وقت بیا بگو که مثلا از شهر فلان ایران، از مرز فلان افغانستان، از شهر بامیان افغانستان مثلا تا به اصطلاح اصفهان ما یک مطرح داریم، از اصفهان تا نمیدونم بغداد یک مطرح داریم، از بغداد بیاییم مثلا تا قبرس یک مطرح داریم. به این صورت عمودی اگر تقسیمش کردی، اون وقت من میگم بله آقا ایشون یه فتوایی دارن به اختلاف مطالع رو وفق حرکت ماه و خورشید در نظر گرفتن. حالا میگیم آقا ایشون یه اجتهادی دارن، حالا اجتهادشون قبول میکنیم یا نمیکنیم این مبحث دیگه است. میگیم آقا اجتهاد کرده، خدا جزای خیرش بده، حالا اجتهاد مرجوح هست، راجح هست، دیگه این من و شما بیاییم به اصطلاح بگیریم. اما اینی که بیاییم اینجوری به اصطلاح برده یه مشت افرادی باشیم که به اصطلاح حتی ادعای علم و علما بکنن، بابا جون کسی که نمیفهمه که ما یک امتیم و داره همین امت رو تیکه پاره میکنه، یا این خودش نفهمه یا ما رو نفهم تلقی میکنه، یا نه قورباغه اصفهان است توی چاه بلند شده، توی چاه کسی که توی چاه زندگی میکنه دیگه همینه، بالا آسمون پایین زمین، دیگه دنیا هستش. شما بیاش بهش بگی آقا یه اصفهانی از نصف جهان، این چی باورش نمیشه، توی چاه به دنیا اومده. بله ما همچون این حالتی رو داریم. از روزی که همین علمای ما هم به دنیا اومدن، کجا به دنیا اومدن؟ آقا توی بیمارستان نمیدونم فلان که شهر فلان. از روزی هم از آقا یه عالم چند سالته، 250 سالشه، تا حالا خارج هم رفتی، خارج هم ندیده، فکر میکنه که به اصطلاح شهر و دیار همین بوده. اصلا ما دقیق به اصطلاح ما خودمون وقتی که بچه بودیم فکر نمیکردیم غیر از بلوچستان جای دیگه مثلا مسلمون باشه. بزرگ شدیم ندیدیم بابا دنیا بزرگه، تنها بلوچستان جهان نیست. انسان بزرگ میشه، رشد میکنه، دنیا رو که میبینه احساس میگه، حج که رفتی دیگه میفهمی که جزئی از یه امت بزرگ است. در نتیجه فتوای راجع حداقل پیش من این که آقا رمضاتون رو بگیرید با چی؟ با مکه مکرمه. و الان میبینیم خیلی از کشورها فتواشون همین. یعنی در افغانستان روزی که در وقتی که مکه مکرمه گفتن آقا رمضان است، افغانستان میگه رمضانه. خب خیلی از کشورها اینطوری هست. خیلی از کشورهای دیگه به خاطر اینکه دنبال دردسر نمیگردن، دیگه دین براشون مهم نیست، رمضان یک عرف اجتماعی است، میگه آقا ولش کن، ما را بذار همون 30 روزیش بکنیم. همیشه شعبانشون 30 روزه است، رمضانشون 30 روزه، دیگه همینجور یک که به اصطلاح ماها رو تغییر دادن. همون کاری که به اصطلاح قریشیان قبل از اسلام میکردن. خب این هم یک به اصطلاح مذهبی است که اینها همش وجاهت شرعی و عقلی و منطقی و سیاسی و هیچی ندارن. پس بیاییم محوریت رو بذاریم مکه مکرمه. دیگه عزیزی پرسیدن که تقسیم افطاری در اصفهان، این دیگه باید بگه خودتون دنبال باشید. در همه شهرها به اصطلاح افق مشخص هست. شهرها عزیزانی که در یک شهری هستن که احیانا در اونجا به اصطلاح برگه افطاری افق مشخص نمیشه، میتونن به شبکه‌های اسلامی رجوع بکنن و عموما شبکه‌ها و دوستان در شبکه‌ها اعلام میکنن. حداقل مثلا وقت تهران رو اگر اعلام کردن، خب شما اختلاف افق با تهران رو شما میتونید بسنجید که آقا شهر ما با تهران 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه جلوتره یا عقب‌تره افقش. بر این منوال دیگه میسنجید و جلو میرید. خب این قضیه افق فکر نکنید که دیگه خیلی چیز به اصطلاح سختی هست و فلان. خب یه افقی هست که از به اصطلاح کانال‌های رسمی ایران اعلام میشه که این هیچ گونه فاقد ارزش هست، هیچ گونه ارزشی نداره، چون که این به اصطلاح افق مال دین امامیه هست و به اصطلاح ربطی به اسلام نداره، وفق به اصطلاح فقه اسلامی نیست. خب و عزیزان دیگه که سلام و ادب رسوندن که ما هم مدیون همه شما عزیزان هستیم و امید هست که بتونیم در کنار هم رمضان خوبی رو در پیش داشته باشیم و عزیزان تلاش دارن که برنامه‌های ویژه رمضان رو پربارتر کنند و در این رمضان همه یه جارو میگیریم و با قلبمون رو پاک میکنیم و پرش میکنیم از طاعت و عبادت
و همه معانی زشت و زشتی رو از کینه و حقد رو از قلبمون میزنیم بیرون. دعا دیگه ورد زبانمون میشه. با دعا برای همه، برای رفتگان، برای موندگان، برای پدر و مادر، عزیزان، خواهر، برادر، همه عزیزان، اونایی که باشون بدی، براشون دعا کن. از قبل از رمضان ازشون حلالیت به طلب. عصبانیان، برو به هر قیمتی شده راضیشون بکن، دلشون رو به دست بیار. وقتی که شما دل اونها رو به دست میاری، دو نفری که با هم قهرن، اونی که میره اول شروع میکنه به معذرت خواهی و دل به دست آوردن، همین کارش، همین رفتنش و دل به دست کفاره کل گناه به اصطلاح اون قهری سابقش هست. طرف مقابل بخشید نبخشید، بخشید فرشته با اونا هستن، نبخشید اون دیگه مشکل اون هست. اما شما حتی آخرین توان با هر صورتی که شده سعی کن دلش رو به دست بیاری و این کدورت رو حذفش کنی. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید کسی که با برادرش 1 سال قهر باشه، برادری که با خواهر، خواهری که با برادر، خواهری که با خواهر، برادری که با برادر، دیگه این فضای بسیار رحیمی، هر کسی که با عزیزش قهر باشه 1 سال، این مثل کأنه سفک دمه، مثل این که اونو کشته. 1 سال قهری به معنای کشتن یک فرده، یعنی گناهش گناه قتله. و گناه قتل چیه؟ گناه قتل یک انسان که انه قتل الناس جمیعا، گناه کشتن یک انسان به اندازه کشتن تمام بشریت. پس خیلی حواسمون جمع باشه و این مسائل و کدورت ها رو قبل از رمضان از حذف کنیم، نذاریم که هیچ گونه کدورتی بین ما و هیچ احد و ناسی باشه تا خدایی نکرده رمضانمون، عبادت هایمون رو از دست ندیم. و از خداوند متعال میفرماید استعینوا بالصبر والصلاة، با صبر در سختی ها، در مرارت ها، در کدورت ها صبر کنیم، استقامت کنیم، شکیبا باشیم. و صلات و نماز، از نماز کمک بگیریم. نماز یک قدرت ایجابی و یک قدرت مثبت و توانمندی رو در فرد ایجاد میکنه که فرد کلا نماز یه چیز عجیبی هست. زندگی انسان مؤمن رو نماز شکل دهی میکنه. شما میدونید که زندگی شما نماز است که شما رو به حرکت در میاره. نماز یک چهره عجیبی داره. سبحان. شما اگر یکم بالای دنیا برید، کره زمین رو نگاه کنید، چیز عجیبی میبینید. 5 وقت همه مؤمنان از خونه ها بیرون میشن، میان یه مرکزی، مسجدی جمع میشن. یه کسی میگه الله اکبر. یعنی نماز چی؟ نماز شما رو از خونه، از اهتمامات، از نمیدونم درگیری ها، مشکلات، دعواها، مشغولیت ها، کار، همه میکشه میاره بیرون. که نه آقا، از تمام اون چیزی که تو بهش اهمیت میدی یه چیزی مهمتر هست، رابطت با الله. میایید همه در یک صف میایستید، همه میدونیم که الله اکبر هست. تو نمازامون میگین الله اکبر، تو اذکارمون میگیم الله اکبر. نه آقا، این کافی نیست. باید یکی از شما بگه الله اکبر، هممون بگیم الله اکبر. این کبریای الله متعال رو حس بکنیم. و این تصویر رو ببینید، وضو گرفتن، طهارت، نماز، یک معراج برای به سوی الله متعال. وقتی که شما معراج میکنید در نماز، دنیا کوچیک میشه. کره زمین فقط مثل یک توپ زیبایی دیده میشه. اون وقتی که مشکلاتی که بین تو و فلانی هست، و تو خونه و توی کار و توی شهر و توی کشور و فلان و همه اینا، خیلی کوچیک میشه. همه اون دردها و مشکلات و ترسها و همه رو از یاد میبری. چرا که کل دنیا پیش دیگه کوچیکه. حالا دیگه این مشکلات در این دنیا چه حجمی داره، خود دنیا چه حجمی داره، خود کشوره چه حجمی داره که شما مثلا بیایید براش بهای قائل بشین. و در نماز شرف مؤمن چیه؟ شرف مؤمن نماز شبه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که جبریل اومد پیش من فقال یا محمد، به من گفته ای محمد عیش ما شئت فانک میت. محمد جان هر چه دلت میخواد زندگی کن، در آخرش چی؟ میمیری. این مرگ رو باید جلوی چشممون داشته باشیم. مرگ و سفر آخرت، یعنی همیشه وقتی که جلوی چشممون باشه خیلی حرفه. یه بنده خدایی از صحابه وفات کرد، خیلی آدم خوبی بود، ذکر خیرشو میکردند، خیلی آدم خوبی، حتما بهشتیه و فلان. صحابه میگفتن. پیامبر شنید، پرسید یه حرفی، یه سوالی دارم، این رفیقتون که اینقدر تعریفش میکنین چقدر یاد مرگ میکرد؟ مرگ تو زندگیش کجا بود؟ گفتن حالا نشنیدیم که ذکر خاصی از مرگ بکنه. گفتن پس رفیقتون اون چیزایی که در موردش میگه اون حدم نیست. پس صدای مرگ، حرف از مرگ، آمادگی برای رفتن به اون سو، این باید در زندگی انسان مؤمن خیلی پررنگ باشه. همینو میپیشنوید دیگه. شما وقتی میرید پیش یک کسی میگی که مثلا تقلب میکنی، آقا گولم نزنی، ها میگه مگه میرم؟ هر حرفی میشه میگه آقا مرگ هست. طرف ظلم کرده میگه خب به من ظلم میکنی، قیامتی هست ها، اون وقت گلوتو میگیرم ها. این رو میبینید در فرهنگ ماست، این صدا باید پررنگ باشه. بعد فرمودند که و احبب من شئت فانک مفارق، هر کسی رو دوست داری دوست باش رفاقت کن، اما بدون که رهاش میکنی. ما چقدر مادرامون رو دوست داشتیم، عزیزامون رو دوست داشتیم، رفتن و ما هم میریم. این دنیایی نیست که ما رو به خاطر اینی که فلانی رو دوست داری یا علانی رو دوست داری نگه داره. و اعمل ما شئت فانک مجزی به، هر چی میخوای کار و تلاش و عبادت بکنی بکن، بدون که این کار و عبادتت ضایع نمیشه، پاداشش رو خواهی گرفت. و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، و بدون که شرف مؤمن، عزت مؤمن، کرامت مؤمن در شب زنده‌داری است، در راز و نیاز شبانه با الله متعال هست. و عزه استغناؤه عن الناس، و عزت و کرامت و انسان به مؤمن از اینه که نیازش را از مردم برداره، چشمش به مال مردم نباشه، سوالش از مردم نباشه، فقط و فقط رابطهش با الله متعال باشه. اینجاست که باید قلبمون رو آماده کنیم عزیزان، قلبمون رو آماده کنیم از تمام اون مشغله های دنیایی. ببینید عزیزان چه چیزی پیش ما مهمه، میدونید چطور میفهمیم؟ هر یکی از ما به خودش نگاه میکنه. آقا وقتی که شما هیچ کاری نداری، با خودت نشستی، ذهنت کجا میره؟ این اون چیزی به تو خودش. وقتی که تنها نشستی میگی محمودا، بابا این محموده بدبخت این کی بودا؟ من از این زرنگتر بودم، من وضعم بهتر بود، و فیلم ماشین زیر پاشو نگاه کن، پاخونهش رو نگاه کن، فلانش رو نگاه کن. اینجا میفهمی که مشغله تو چیه؟ مشغله تو دنیاست. وقتی با خودت نشستی آه میکشی، دنبال نمیدونم زن و فکر شهوانی و زن گرفتن و فلانی، مشغله تو زنه. این همه درس خوندم و این همه چی، ببین فلانی رو آقا مدیر کل شده، بخرم بارش نیست، نمیدونم فلان، مانی که این همه درس خوندم کجام و فلان. مشغلت چی هست؟ منصبه. یعنی هر یکی از ما یه مشغله هایی اون رو ذهنش رو مشغول کرده. فکر نکنید همیشه این مشغله ها چیزهای بزرگی هست، نه. یه وقتی مشغله فقط یه دست لباسه، که لباس فلانی اگر گیرم بیاد، یه لباسی بخرم به این چنین و چنانی. یه وقت میبینی که مشغله دمپایی است، یه که قلمه، یه نمیدونم چیزه، یک بلدانه. به این ذهنت مشغوله، میفهمی که ذهنت در کوچه پس کوچه های دنیا گمه، راه رو گم کرده. این قلبه که ورم کرده، ورم حب و ذات، خود بر تربینی، حب دنیا
و این تعلقش، این قلب وابستگیش به دنیاست. اینجاست که دیگه میدونیم که این قلب رو باید پاکسازیش بکنیم، باید همه اینها رو برداریم، رابطمون رو با الله متعال بکنیم، چشممون به دیگران نباشه، چشم همچشمی نداشته باشیم، فلانی چه داره فلانی چه نداره. عزیزان وقتی که ما چشم به چشم دیگر داریم، خداوند متعال قانون الهی است، و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون، ما شما رو بعضیاتون رو فتنه کردیم، امتحانید، بعضی برای بعضی دیگه امتحانن، هممون برای هم دیگه امتحانیم. یه چیزی من دارم شما نداری، یه چیزی شما داری من ندارم، یه چیزی فلانی داره این نداره، دیگه همینه که اگر چشم و هم چشمی کردیم، صبر نکردیم، خودمون رو باختیم. اون وقتی که چشممون کور میشه از دیدن نعمتهای خدایی که به ما داده، نعمتهایی که به دیگران داده اونا رو میبینیم، نعمتهایی که خودمون نداریم اونا رو میبینیم. یعنی همیشه احساس حسرت میکنیم، همیشه چشممون به دیگران هست، از دیگران مینالیم و به دیگران نگاه میکنیم و حسرت میخوریم، یا خودنمایی میکنیم که من این چیزو دارم، خب یه چیزی دیگه داره اینو به رخش بکشم. ایناست دیگه، اینجاست که صبر بر فتنه نمی کنیم، توی چاله میفتیم. اینجاست که بیاین عزیزان، نه، قلبها رو پاک کنیم، رابطه رو با الله متعال یک رابطه صمیمیش بکنیم، و اون وقتی که خواهیم دید قلبهایی که نرمش گرفته و آماده شده، میتونه با یک قدرت و توان بسیار بالایی وارد رمضان بشه. عزیزان ماه مبارک رمضان رو ارزش داریم، قدرش رو بدونیم تا بتونیم شرف ماه مبارک و اجر و پاداش ماه مبارک را به دست بیاریم و این ماه غفران برای ما باشه. و از الله متعال میخواییم که به ما مزید توفیق عنایت فرمایه و ماه رمضان رو در میزان حسنات ما قرار بده و همچنین شب قدر رو در میزان ما قرار بده. اللهم وفقنا لقیام رمضان و صیامه، اللهم وفقنا لقیام لیلة القدر واجعلها خالصة و ایمانا و احتسابا لك. اللهم آمین یا رب العالمین. موفق و پیروز و شادکام باشید. الله یارتان.